امروز کالباس داریم. چه کالباسی؟ کالباس خانگی بسیار لذیذ و خوشمزه. امروز قراره می آشپزخانه میان اتفاقای خیلی خوبی دکفه. امروز شقایق فودی میامره همراهه تا با هم ایده کالباس خانگی خیلی خوشمزه با هم چکنیم. باور نکنید اگر بگم که از کالباس خانگی چقدر با کیفیته، اونم با ایت دستور خاص که نه تا حالا بیدید و نه بیشتر بستید. پس اگر دنبال ایت طعم خاص و جدیدید تا آخر ویدیو میامره همراه ببید تا 0 تا 100 درست کردن کالباس خوشمزه خانگی شی میامره به اشتراک بنم. سلام جاغلان، به کانال آذیرشتی خوش بمایید. برای تهیه کالباس نیاز به ایت دانه مرغ کامل داریم که ترکیبی از سینه و ران مرغه. ادویه لازم کالباس: نمک و فلفل سیاه، فلفل قرمز، 2 حبه سیر، پاپریکای دودی، زیره سبز، پودر زنجبیل، 1 قاشق غذاخوری روغن مایع استفاده بکنم. همچنین پودر دارچین و 1 پیمانه نشاسته ذرت. الان وقتشه که همه مواد با هم مخلوط بکنیم و ایت کالباس جادویی با هم دیگر چکنیم. شماره بگم که میکس مواد قلب همی کالباسه، ازم بهتر و خوشمزه تر پیدا نکنید. ایت دور مواد قشنگ هم بزنید، 2 تا قاشق یخ خرد شده بهش اضافه کنید، چند مرحله ده میکس بکنید تا قشنگ کالباس لطیف و یک دستی به دست بریم. الان وقت هویجه. 2 تا دانه هویج از قبل نیم پخته کنیم و خورده کنیم. بعد از خرد کردن هویج فلفل سبز داریم که فلفل سبز میشین تند و انا واسه دانه داشتی، دانه های فلفل همه گیریم بعد خورده کنیم. فلفل دلمه قرمز هم خورده کنیم.
همه این سبزیجات بکنیم مواد کالباس درون تا امی کالباس خوش رنگ و خوش طعم در بیه. تا ای کار اگر از می آموزش راضی بید لطفاً با لایک و کامنت و سابسکرایب از کانال آذیرشتی حمایت بکنید. سبزیجات با خمیر کالباس قشنگ مخلوط کنید. الان وقتشه که روی تخته کار سلفون بکشیم و از خمیر کالباس روی سلفون بنیم. چون خمیر کالباس چسبندگی داره کمی شیمی دستک چرب بکنید و خمیر به شکل استوانه‌ای روی سطح کار پهن کنید. الان سلفون روی خمیر کالباس کشیم. بعد قشنگ چند دور کالباس رول کنیم. به همین شکل چند دور خمیر کالباس با سلفون رول کنیم. با چند ضربه روی تخته کار خمیر کالباس جمع کنیم. با این حرکت خمیر کالباس حباب داخل خمیر گیریم. دوستان لطفاً بگید که از کجا شهر یا کشور می ویدیوهای دنبال کنید. شقایق فودی در درست کردن کالباس با ویدیو گرفتن مرا همراهی بوده. با چنین حرکتی کالباس فشرده به و حبابی داخل کالباس باقی نمانه. بعد از تمام شدن سلفون پیچی نیاز داریم به ورق آلومینیومی.
رول خمیر کالباس ورق آلومینیومی میان قرار دیم. چند دور پیچیدیم، بعد به شکل شکلات سر و ته کالباس ببندیم. بعد از شکلات پیچ کردن کالباس درون قابلمه قرار دیم. تا نصف قابلمه آب دو کنیم. و 1.5 ساعت روی گاز با شعله ملایم اجازه دیم تا کالباس آماده به. بعد از پخته شدن نیازه که کالباس حداقل 14-15 ساعت در یخچال قرار بدید. بعد از 15 ساعت استراحت، ورق آلومینیومی و سلفون از کالباس جدا بکنید. شمره نگم که چه کالباسی بوستو. به به، انم ازمی کالباس خوشمزه خانگی که با شقایق فودی با هم دیگه چکودیم. حتما به کانال آشپزی شقایق فودی هم یه سری بزنید. نکته مهم از کالباس خانگی ام بود که من از پاپریکای دودی استفاده بکنم. امیدوارم که شما هم چک کنید و شیمی جغلان امره از خوردنش لذت ببرید. شیمی جان بلا میسته.